به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن در زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پدران، مادران اهل قدر و برادران و خواهران اهل اسلام من، بنده امروز برای شما یک موعظه درباره طواف کعبه دل کن از کتاب صیقل خرد برای شما ثبت خواهم کرد. و اگر در وقتی گفتن این موعظه اگر به خطاگی راه دهم، الله تبارک و تعالی مرا مغفرت کند و از همه شمایان معذرت می خواهم. پیش از آن که این موعظه را آغاز می کنم، یک خواهش برای شما دارم. عزیزان دل، در این دنیای دو روزه از همدیگر با خبر شده، خواه بیمار باشد خواه صحت و سلامت، رابطه خویشاوندی خود را مستحکم کرده از حال همدیگر با خوش و خرسندی خبردار شوید. زیرا فقط الله تبارک و تعالی می داند که کدامی از ما و شما فردا یا که بعد از یک چند ثانیه یا که بعد از یک چند دقیقه ترک این دنیا می کند. یک روزی موسی علیه السلام در معراج در کوه طور به خداوند مناجات کنان گفتند: پروردگارا، چه می شد واری تو را مهمان می کردم که تو مهمان من می شدی؟ خداوند این التماس پیغمبرش را قبول آمده گفت: فلان روز در فلان مکان در فلان ساعت من به مهمانی تو می آیم. حضرت موسی علیه السلام از جواب خداوند بسیار خوشنود گردیدند، اما چگونه و با کدام صورت مهمان شدن خدای تعالی را کسی نمی دانست. حضرت موسی علیه السلام امتان خود را آگاه نمود و گفتند که خداوند در فلان وقت مهمان عالی قدر ایشان می گردد. همه در جای معین جمع گردیده انتظار آمدن خدای تعالی را بودند. در قطار دیگر امتان یک شخص در لباسی دریده و فرسوده آمد که از کسی از جمع آمدگان او را نمی شناخت. حضرت موسی علیه السلام آن مهمان ناشناس را برای با چنین لباسی کهنه و دریده به استقبال خداوند برآمدنش را مناسب ندانستند و فرمودند که او را به یک کنج بردن شنانند. همه انتظار آمدن و مشتاق دیدن جمال خداوند بودند، اما در ساعت معین شده خدای تعالی نآمد. پگاهی روز دیگر حضرت موسی علیه السلام به معراج رفتند و به خداوند مناجات کنند گفتند: پروردگارا، چرا دیروز موافق وعدت به مهمانی من نیامدی؟ خداوند صاحب عظمت و بزرگواری در جواب به پیغمبرش گفت: ای موسی، بدان و آگاه باش که من به وعده خلاف نکردم و حالا که به مهمانی تو رفته بودم، همون شخص ناشناسی که به لباس کهنه و فرسوده به مهمانی تو رفته بود و تو او را به یک کنج برده شنانیدی، من در دل او بودم. حضرت موسی علیه السلام از این صحوه نموده خود نزد خداوند خجل گردیده توبه نمودند. دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. کعبه بنیاد خلیل آذر است، دل نظرگاه جلیل اکبر است. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: خدای تعالی روز قیامت به بنده‌اش میگوید: ای فرزند آدم، من بیمار شدم، به عیادتم نیامدی. بنده میگوید: خداوندا، تو پروردگار عالمیان هستی، چگونه تو را عیادت کنم؟ خداوند در جواب میگوید: آیا ندانستی فلانی بندم بیمار خوابیده بود، او را زیارت نکردی؟ اگر زیارت کرده از حالش پرسان می شدی، مرا در حضور او می یافتی. باز خداوند تعالی می گوید: ای فرزند آدم، از تو طعام خواستم اما مرا طعام ندادی. بنده می گوید: خداوندا، چگونه به تو طعام دهم؟ تو پروردگار عالمیان هستی. خداوند تعالی باز در جواب می گوید: فلانی بندم از تو طعام طلب کرده بود، اگر به او طعام می دادی، مرا در نزد او می یافتی و اجر و ثوابش را از من می گرفتی. خداوند تعالی باز می گوید: ای فرزند آدم، در وقت تشنه ماندنم از تو آب طلبیدم اما به من آب ندادی. بنده باز می گوید: خداوندا، چگونه به تو آب دهم حالان که تو پروردگار عالمیانی؟ خداوند تعالی باز می گوید: فلان بندم از تو آب طلبیده بود، اگر به او آب می دادی، مرا در نزد او می یافتی و مکافات آن عملت را از من می گرفتی. حدیث القدسی. این بود آن موعظه‌ای که درباره طواف کعبه دل کن خواستیم برای شمایان برسانیم. عزیزان دل، خیلی که درباره گفتیم، هر یک
انسان هر یک بنده خدا در این دنیا غنیمت است. فردا فقط خداوند میداند که از همه ما شما کی در این دنیا هست و کی در این دنیا دیگر وجود ندارد. پس به حرمت خداوند به قدر همدیگر رسیده، دل آزاری نکرده، شکر به هر یک ثانیه خداوند تعالی کرده، از حال همدیگر خبر گیرین. خداوند متعال همه ما و شما را به راه راست اهدنا الصراط المستقیم هدایت نموده، از راه خطا و از کار خطا، از فتنه انگیزی و از بدرفتاری و بدکرداری در حفظ امانت خود نگه بدارد. و نآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با احترام دوست برادر شما امید رحمت. الله تبارک و تعالی یار و مددگار شما باد. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا ارحم الراحمين.